سلام علیکم بیننده های گرامی، انشالله که صحیح سالم باشیم، به صحت باشیم. ما دیروز دیگه خودی مولایی سیب غذا خوردیم. شما هم دیدین که چیرغم پلو بودک خودی مهی. حالا میخواستیم که یک چند تا سوالی بکنیم، یک مصاحبه خیلی کوتاه با مولایی سیب داشته باشیم. بیایم که شما هم همراه ما باشیم، یک چند کلمه خودی مولایی سیب گپ بزنیم. یا الله، سلام علیکم مولایی سیب، خوب هستین؟ سلامتین؟ جوریم بخیریم؟ انشالله که صحیح سلامت باشیم. ما دیروز والا خیلی شما همراه بودیم، میخواستیم یک چند دقیقه وقت شما رو بگیریم اگر وقت داشته باشین. سلام علیکم. چطور هستین شما؟ یه چی هسته؟ این میکروفون هسته، فقط به یعنی هسته که صدای شما رو بیشتر ضبط میکنه. صدای ما رو ضبط میکنی شما؟ چرا؟ ولی خاطر که شما دیروز همراه ما بودین و می غذایی که خوردیم خودشان، من میخواستم یک سوال کنم که چی رقم بود، یک مزه‌دار بود؟ خواه شما قدیما میخوای گفت بزنی. ولی این چی هسته؟ این چی میکنه؟ این کامرا هسته، فقط تصویر شما رو میگیره جانا، که میخواستیم ببینیم که دوستای عزیزم تصویر شما رو ببینم که چی رقم بود اگه می غذایی که دیروز ما یعنی تو بگو دیگه. ما یعنی چیز بودیم، ما با جنگل بودیم، با کو بودیم، از اونجا ما هیچی نبود اونجا. ما بر جهاد آمدیم، ما جهاد میکردیم. ما فهمیدی؟ ما از جهاد آمدیم. یعنی می جهاد در راه چی؟ جهاد در راه خدا ما جهاد میکنیم. ما خو مجاهد هستیم. خداوند اجر بده. ما خو یعنی برادر یعنی اینجا هتل است. ما خو دیروز خو ماهی خوردیم. او هتل دیگه شورا خیر بده خدا. ما در اونجا ماهی خوردیم. ماهی برای ما بسیار مزه دادی. تو بخی هست امیت خو کردم امشب مزه داد. علی ما یعنی هتل می ایسای اینجا یک هتل می هتل خداش خیر دم برادر ما. این هیچ برادر ما این اینجا برای ما امروز پلو داد، گوشت داد، برنج داد. این مینا رو خوردیم. نوش جان شما، نوش جان شما. سیر هستیم خو بسیار مزه‌دار بود. نوش جان. او هیچ چیزا نبود. انشالله که همیشه دور بر شما که پر از برکت باشه، موفق باشیم، معید باشیم در راه خدا که جهاد میکنیم. خداوند انشالله شما رو کمک کنه که اینقدر به خاطر مردم مظلوم افغانستان تلاش میکنین. ما برای شما آمدیم برادر، برای شما آمدیم. ما آمدیم اینجا خدمت کنیم برای مردم. ما خدمت کنیم، ما مجاهد هستیم، ما خدمت میکنیم. شما اینطور نباشه که فکر کنین ما هستیم. ما برای شما هستیم. تا کی هستیم؟ ما هستیم صبا هستیم، پس صبا هستیم، دیگه صبا هستیم، دیروز هستیم، امروز هستیم. ما در انشالله کی میریم ما امیر بفهمیم. ما هستیم. ما تا شما باشیم ما هستیم. یک تاریخ واضحه ها. تاریخ نمیشه گفت نه. نه خو ما خو نمیتونم دیگه. شر شما مراد ور خو هم یه المؤمنین میگه دیگه. ما خو نمیفهمیم دیگه چی میشه. ما اینو میگه خدمت میکنیم برای شما، آمدیم جهاد میکنیم. یعنی تو میکنیم دیگه. Subscribe to my channel.